نظر من هنر مستقله. هنر حیات پشتی هیچ جای دیگه نیست. هنر حیات پشتی مسائل ایدئولوژیکی و سیاسی و مسئله ابزار تبلیغاتی برای هیچ جایی، هیچ کارخونه، هیچ چیزی چه کارخونه بازار و نمیدونم سیاست و اینا هست نیست. هنر لازم نیست برای موجودیتش عذرخواهی بکنه. هنر مستقله. هنر راجع به مسائل انسانی مربوط به تفکرات انسانی، راجع به زندگی و زندگی دوگانه است، چندگانه است، راجع به این چیزاست. اینو باید کاملا دقت داشته باشیم. من به شخصه برای خودم این احترام و قائلم برای خودم و برای تماشاگرم که زیر بار و اصطلاح تبلیغات برای هیچ جا نرم، به دلیلی که اول نگاه میکنم، خب میخوام انتخاب کنم آیا این هنر مستقله یا اینکه حتی نگاه میکنم سرمایه‌اش از کجا اومده، کی سرمایه گذار این تئاتر، این نمایش، این فیلمه که من دارم کار میکنم، درسته برم یا نرم، محتواش چیه؟ آیا محتواش آخر سر دارم تبلیغات برای یه جایی میکنم، تبلیغات سیاسی میکنم، تبلیغات تجارتی میکنم، تبلیغات نمیدونم چی میکنم؟ اینا رو باید خیلی دقت کرد. هر چقدر پول بهت بدن، پول امروز میاد و میره. وقتی هم که این اعتقاد منه، شاید ایدئالیستیه ولی اعتقاد منه، وقتی هم که مردی که پول با خودت انبار نمیبری اونجا، تو زندگیت میچرخه، با پول کم یا پول زیاد میچرخه. اون چیزی که برای من مهمه وجدان کاریه، اخلاق کاریه. اینو باید رعایت بکنی برای احترام به خودت، برای احترام به هنر، برای احترام به تماشاگرت، که این مسائل خیلی وقتی که داری رول رو انتخاب میکنی کاملا هوشیار باشی که وارد دنیاهای دیگه نشی، که ابزاری نشه هنر تو در خدمت مسائل دیگه.